سامعین ارجمند و گرامی، حالا میخواهیم از هنگام چهارشنبه و طبیب سرایت‌شناس مؤسسه دولتی بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری های سرایتی دایر به بیماری های موسمی در صحبت باشیم. و هنگام چهارشنبه میگفتید که وضعیت امشب روز چگونه است و بیشتر از همه بیماران با کدام از نمودی بیماری های سرایتی و موسمی به شما مراجعت میکنند؟ سلام به همگان. فصل تابستون است، چخیلی که به همگان معلوم است بسیار بیماری های موسمی و میخورد که زیادتر به این بیماری ها سرایت شدیدی معده روده نکی زیادتر در این فصل تابستون و میخورد. بیماری های موسمی سرایتی این گروه کلانی بیماری ها می باشد که از تاثیر برانگیزنده ها، چخیلی که ما میدونیم از تاثیر باکتریا ها، ویروس ها، سوداترین ها و ریکیتسیا ها با وجود می آید. و خودی سرایت شدن معنای یعنی که بیمار شدن رو ندارد. برای به بیماری سرایتی گرفتار شدن عامل ها یعنی که موجودن، یعنی که این هم باشد از مقدار وارد شوی برانگیزنده، از حسابی ویرولنت نوکی برانگیزنده و حسابی مسئولیتی آدم، یعنی که چقدر که برانگیزنده به ارگانیسم زیاد وارد شود، یعنی که بیمار میتواند تیز به این بیماری یا بیماری سرایتی گرفتار شده بعدا تستر در بیمار علامت های کلینیکی هم یعنی که واضح میشوند. تشکر. و بیشتر از همه در این موسم چون کودکان که به این بیماری های موسمی، بیماری های سرایتی و بیماری های شدیدی معده روده گرفتار میشوند، ولی چون شما مسئول در ساحه بیماری های کلانسالان هستید، چگونه است؟ یعنی کلانسالان هم زیاد مراجعت میکنند در همین موسم گرما؟ بله، این چیزی که در بالا گفته گذاشتیم این وابسته از آن نیست که کودک زیاد مراجعت میکند یا کلانسالان، یعنی که در بالا گفته گذاشتیم این هم از ویرولنت نوکی برانگیزنده، از مقدار وارد شوی و از حساب مسئولیت آدم، یعنی که از سبب اونی که ما در بیمارخانه سرایتی کار و فعالیت میکنیم در حقیقت یعنی که در همین فصل تابستان به نهایت زیاد بیماری های سرایت شدیدی معده روده هم از طرف کودکان و هم از طرف کلانسالان یعنی که مراجعت میکنند. و این چنین باید در خاطر نگاه داریم که سبب پیدایشی این بیماری ها چطور است، یعنی که سبب پیدایشی این بیماری ها در بالا گفته گذاشتیم از تاثیر باکتریا و ویروس ها، ریکیتسیا و سوداترین ها یعنی که با وجود میاد. مکانیزم گزارش این بیماری چطور است؟ مکانیزم گزارش این بیماری توسط نجوستی دهان یعنی فکال ارال چطور، یعنی که بیمار برانگیزنده را به محیط اطراف توسط نجاست و همون پوری که از حیوان در محیط اطراف یعنی که خارج میکند و همون محصولات های پولیزی و سبزیجات ها و میوه‌جات ها و اینچنین آب و همون محصولات ها یعنی که آلوده شده هنگامی شخص استعمال نمودن آب ناجوشانده و اینچنین نادرست کارکرد نمودن همین محصولات ها میتواند با ارگانیسم وارد شود و این یا آن بیماری سرایتی گرفتار شود. و اینچنین سه راه اساسی به این بیماری گرفتار شدن موجود است. یکم توسط آب، توسط غذا و توسط تماسی. توسط آب چطور؟ یعنی که توسط آب هنگام استعمال نمودن آب ناجوشانده و اینچنین هنگام صدمه قبورهای نجاستی یعنی کانالیزاسیا و اینچنین چخیلی که ما میدونیم در فصل تابستان طلبات انسان به آبهای آشامیدنی زیاد می شود و شخص مجبور می شود که از آبهای با سانیتری جوابگو نبوده استعمال کند. و هنگام اینچنین شخصان چخیلی که ما میبینیم در فصل تابستان زیاد در کول دریاها آبازی میکنند و همان حاجتخانه هایی که در نزدیکی دریاها موجودند میتواند آبهای آنها با او آمیخته شده و هنگامی شخص در این کول دریاها آبازی نمودن میتواند این آب افلاس را استعمال کند و این یا آن بیماری سرایتی مخصوصا سرایت شدیدی معده روده گرفتار شود. دوم راه این راه غذایی یعنی که هنگام استعمال نمودن غذای طرز نگهداری انتقال و حمل و نقل آن رعایت نکرده شده میتواند به این یا آن بیماری سرایتی گرفتار شود. سوم راه این راه تماسی یعنی که هنگام
дуруст коркард нашудани ҳамон асбобу ашёҳое ки бо барангезанда олуда шудаанд метавонад ба организм ворид шавад барангезанда ва ин ё он бемории сироятии шахсро гирифтор кунад.